این زنی 25 ساله ادعا دارد هنگام بازپرسی در اداره میلیسا شکنجه و سوی یک کارمندیان تجاوز شده است. سرم کشید در دیوال دستچو بردی خیلی کار چیز کرد زده در تنه دیوال. او را در اول ماه آگوست از خانه دو کارمند میلیسا برای بازپرسی بردند. دلیل این را بعد آورد مرا چیز کرد گفت که بر بفروش بیار پیام به دولتی مسجد بود پجون دلشاد جان امیر امسال کجای آورده تمورا قچا بگو گفت را کار کردم چیزی استروی کم نقشه دادن گفت آوردم از 1300 دادیم در دست شپا. این زن میگوید او را یک شبانه روز در شعبه کارهای داخلی ناحیه وحش نگاه داشتند. مرا دیم ایتاژ بردن اول جای زیوت سکردن 5-6 کس زیوت سکردن که شاید در ما مهمونی ساعت 12 بیگا بالا بردن چشمو بستیدن 3-4 بار 5 بار هم کلدار دراز شونده دووندن بردن آوردن یا بچه درازی زردینه رسیدگ ما تا میبینم تا میشناسم شب جان فکر کنم کسا نگو ما ترا میگیرم گفتم کارو تینجا گو ما ترا میگیرم گفت هیچ کدام نگو گفت. این ادعای او را مقامات حفظی حقوق در ناحیه وحش